سلام خدمت همه دوستا. امروز ما میخوایم درباره از چگونه یک پسوردی که از یاد ما رفته او را به دست بیاریم و با وای فای که میخواهیم وصل شویم. یک دیوایس وصل کردیم، میخوایم دیوایس دیگر را وصل کنیم. پسورد از یاد ما رفته، به خاطر پیدا کردن پسورد از طریق CMD و شکل آسان میتونیم به دست بیاریم. کاری که بکنیم CMD را باز میکنیم، در اینجا کد نوشته میکنیم net sh VLAN show profiles انتر میزنیم. حالا برای ما پروفایلز اینترفیس های وای فای که هسته برای ما نشان میده. یوزر پروفایل ها به نام ردمی نوت 10 پرو مکس، گلکسی، ترد فلور و آیفون، هر کدامش خاصی ما میتونیم امور چی کنیم پسوردش به دست بیاریم. ما روی ردمی نوت 10 پرو کار میکنیم. خب نوشته ما نسش پروفایل داخلی کوتیشن میگیریم. پرو مکس. حالا کوتیشن خود دوباره بسته میکنیم، انتر میکنیم. خب ردمی نوت 10 مانده، اشتباه بوده. این قسمت نوت 10 نوشته میکنیم چون قسمت حالا انتر میزنیم. حالا برای ما نشان میده SID نیمش چی هسته، نتورک تایپش چی هسته، از چی اتنتیکیشن استفاده شده و سکیوریتی کیش را ما از قسمت چی فعلا نشان نمیده. به خاطر از این ما باید یک کامند دیگر اجرا کنیم تا برای ما نشان میده. حالا مثلا این رو میگیریم، دوباره کامند نوشته میکنیم net VLAN show profile ردمی نوت پرو کیش را مساوی میگیریم به کلیر. حالا انتر میکنیم. ببینید از این قسمت حالا برای ما کی کانتنت همون پسوردش برای ما نشان داد. حالا یعنی از کیو دبلیو تا پیر پسورد ازی هست. به ازی آسانی توانستیم ما پسورد ازی را به دست بیاریم.